کسانی که در پی شرمنده کردن دیگران هستند خوب گوش اندازند. روزهای آخر می‌بینیم که شبکه‌های اجتماعی پر از نواره‌های شده است که در آن کارهای فحش و خیانت‌های زنان شوهردار دیده می‌شود. مردمی هستند که با تلفن‌های دستی به دنبال عیب‌ها و خطاها و خیانت‌های زنان و مردان مسلمان هستند. همین که گناه یا خیانت از آنها سر زد، فوراً آنها را نواربرداری کرده در شبکه‌های اجتماعی پهن می‌کنند و آبروی او و تمام خانواده او را می‌ریزند. وقتی به آنها نصیحت کرده شود که چرا آبروی یک خانواده را می‌ریزید، می‌گویند تا عبرت برای دیگران شود و چنین خیانت‌های زن و شوهری خاتمه یابد. ببینید که چقدر شریعت را از پیش خود تفسیر می‌کنند که این خیلی گمراهی بزرگ است. برادران و خواهران عزیز، شریعت را از پیش خود تفسیر نکنید. اگر اصلاح می‌خواهید، شرمنده کردن طریقه اصلاح نیست. سزا دادن هم وظیفه شما نیست. نتیجه این کار خود را ببینید. تا به حال چندین زنان و مردان مسلمان در حالت زنا دستگیر شده شرمنده شدند. پس آیا شمار چنین خیانت‌های زن و شوهری کم شد؟ برعکس، شما با این شرمنده کردن و کار فحش را به نمایش گذاشتن جرأت دیگران را به این کار حرام بیشتر میکنید. یک بار اندیشه کنید، اگر در جامعه‌ای که کار زشت و بد یک دو نفر انجام دهد یا کسی اصلا انجام ندهد، انجام دادن آن کار زشت در نوبت اول برای دیگران خیلی مشکل است. اما اگر وقتی ببینند که مردم زیادی آن را انجام میدهد، در این صورت انجام دادن آن کار حرام برایشان آسان می نماید و آهسته آهسته دیگران هم آن کار حرام را انجام می دهند و پروایی نمی کنند. پس شما با این شرمنده کردن و پهن کردن صحنه های از خیانت های زن و شوهری، زناکاری را در بین مردم تشویق می کنید. یک بار به غربی ها و روس ها نظر کنید. از آن جهتی که صحنه های ضد اخلاقی را به نمایش می گذارند، آنها چنان بی حیا و بی شرمی شدند که حتی در جایهای جمعیتی بوسابوسی می کنند و خیانت های زن و شوهری برایشان خیلی آسان است و حتی از این کارهای فحش و حرام فخر می کنند. نواربرداری کردن برای اثبات خیانت زن و شوهری درست، ولی آن را به نمایش گذاشتن و شرمنده کردن یک خانواده بزرگ چه لازم؟ زیناکار میلش پدر و مادر و تمام خانواده او چه گناه کرده بودند که آبروی آنها را شما میریزید؟ شما میدانید که گناه ریزاندن آبروی یک مسلمان در برابر خونش میایستد. آنها گناه را در پنهانی انجام میدادند و خداوند هم گناه آنها را پوشانده بود. پس آیا کسی حق دارد که ستر خداوند را کسی آشکار کند؟ خدای نخواسته اگر یکی از زنهای خانواده شما را همین طور در حالت زنا دستگیر کنند و نواربرداری کرده به نمایش گذارند، چی می شود؟ برایتان آیا پسند است؟ برادران و خواهرانی که چنین نوارهای شرمنده کنی را پهن می کنند، از الله بترسند و بیش از این بی حیایی را در بین امت محمدی پهن نکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.